دیروز ما و شما آردر و ان آردر لیست خواندیم که ان آردر لیست بولیتس میاره و ان آردر لیست که از نمبرینگ میاره و نمبرینگ هم تایپس و استارت و چیزایش خواندیم. باز دیروز کارخانگی هم براتون دادم که این لیول 1 است، لیول 2، لیول 3 شنا هم شما جور کنید. وقتی که میخوای که برای یک مثلا ما برای ویندوز لیول 1 2 ش نوشته میکنیم، باز چیکار میکنیم که این لیست اینجا شروع شده اینجا ختم شده، برای از اون اینجا یک اگه بولیتس میخوای یو ال و اگه نمبر میخوای باز او ال. اینی او ال تنها برای کی میشه؟ برای مایکروسافت ویندوز، برای اینی لیست میشه. فاصله به این خاطر دادیم که کد ما منظم معلوم شود که مثلا اینی که سازی هستن. اگر کد فاصله نه تمام فرق نمیکنه، ریزالت یک چیز است. یعنی اگر ما کدش میخواستم نوشته کنم سیو کنم اینجا عمل اجرا میشه. خب به خاطر که کد ما و شما منظم باشه، این صفحه ما و شما منظم باشه، باید یک کم فاصله بدیم تا کد خوب منظم تر معلوم شه، هر کس به آسانی بفهمه. این یو ال شروع شد، اینا تقریبا اینجا اینی او ال ختم میکنیم. اینی او ال صرف و صرف برای کی شد؟ برای ویندوز. برای هر یکی میخوای همین قسم برای از یو ال باشه یا او ال باشه جور کردن میتونیم. برای از اینی مثلا ما یک لیست جور میکنیم، مثلا نوشته میکنیم که operating system الان ختم. یک لیست دیگه هم برای می جور میکنیم، operating system تو نوشته کنیم. یک چیز نوشته کنیم، سیو ریفرش میکنیم، چک برای لیول 2 شون آمد. اگر لیول 3 میخوایی مثلا ما برای این اپراتینگ سیستم لیول 3 یک چند اپراتینگ سیستم که است مثلا با چند حصه تقسیم شده میخوایم که از رو نوشته کنیم، باز اینجا برای از رو نوشته میکنیم او ال باشه یو ال باشه. برای این تنها برای چی میشه؟ برای این اپراتینگ سیستم می باشه. اگر وقت لیولینگ میخواستین که برای لیول 1 لیول 2 لیول 3 جور کنین دیگه همین قسم جور میکنیم. فهمیدین اینا؟ خب موضوع امروز ما تیبل هستم. اگر ما میخوایم که در وب پیج خود تیبل جور کنم، تیبل ما شد در ورد اکسل خو ساده بود که تیبل اینسرت میکردیم. اینجا که جور میکنی باید کدش نوشته کنیم. مثلا ما یک تیبل میخوایم جور کنم، باشه که این کد دیلیت کنم. نمیخوایم که اینجا یک تیبل داشته باشه. به خاطر تیبل تگشون چی است؟ تیبل شروع شد، تیبل ختم شد. باز در تیبل ما و شما روز و کالم داشتیم. مجموعه روز و کالم چی می بود؟ تیبل می بود. در اینجا هم همین قسم هستن. تیبل شروع شد، تیبل ختم شد. در تیبل باید اول رو جور میشه، باز کالم جور میشه. مثلا من یک تیبل جور میکنم، دو چند رو را کار دارم، به خاطر رو نوشته میکنی تی آر. تیبل رو شروع شد، تیبل رو ختم شد. حالا این تیبل چند رو جور شده؟ یک رو جور شد. مثلا اگر من یک رو دیگر هم جور میکنم، باز زیر از این نوشته میکنیم که یک رو دیگر شروع شد و یک رو دیگر ختم شد. این را اگر من سیو کنم، اینجا ریفرش کنم، هیچ چیز معلوم نمیشه. یعنی معلوم نمیشه که این تیبل جور شد و چند رو داره، دو رو داره، همین چیز معلوم نمیشه. به خاطر که ما شما کالم نداریم، باید کالم داشته باشیم و در کالم دیتا داشته باشیم. دو صورت تیبل ما معلوم میشه. فعلا تنها رو است و تیبل است، چیز معلوم نمیشه. خب حالا ما میخوایم کالم جور کنیم. در کدام رو جور میکنید؟ در این رو جور میکنید یا در این رو؟ در هر رو که جور میکنید باید دامون نوشته کنید. یعنی رو اینجا شروع شده، اینجا ختم شده. مثلا ما در اینی میخوایم که یک دو تا کالم جور کنیم. در اینجا باز نوشته میکنید که تی دی تیبل دیتا، تیبل دیتا برش میگه. مثلا میگم که چی نوشته باشه؟ نه، یک کالم جور شوه به نام نه. یک کالم دیگه جور شوه در میرو تی دی به نام کلاس تی دی و یک کالم دیگه جور شوه به نام تایم تی دی. حالا سیوش کن، ریفرش کن، جور شد. نیم کلاس تایم آمد ولی تیبل هنوز معلوم نمیشه. تیبل جور است، فقط باردر نداره. باز اینجا باردر هم برشان میتین. باردر رو کجا برشان میتین؟ اینجا نوشته میکنین که باردر مساوی، مثلا میگم که باردر داشته باشه به اندازه یک. سیبش کن.
یا مثلا 2 صفر اشاره چند مثلا که این تیبل جور شد. چند رو حالی معلوم میشه؟ فقط یک رو کتی 3 کالم. روی دیگه چرا معلوم نمیشه؟ به خاطر که از او باز ما دیتا نداریم. اگر دیتا داشته باشیم معلوم میشه، اگر دیتا نداشته باشیم معلوم نمیشه. مثلا در اینی رو ما میخوایم که در این رو که بود نیم کلاس تایم آمد، در اینجا نام استودنتس نوشته میکنیم. در این روی دیگه اینی رو راستن کپی پیست میکنیم تا که ساده شه. در این رو هم حالا اگر پیست ریفرش کنیم اینا در دو رو یک چیز آمد، خب اینجا راستن حال چنج میکنیم. مثلا اینجا نوشته میکنیم احمد، کلاسش نوشته میکنیم CIT، تایمش نوشته میکنیم که از 5 تا 4. روی دو شد. احمد کلاس CIT تایمش. اگر یک ریکارد دیگر هم اضافه میکنیم این دفعه باید ما شما رو داشته باشیم. حالا چند رو فعلا داریم؟ 2 رو داریم که در یکی رو نیم کلاس تایم آمد و در روی دیگه باز احمد CIT گویی آمد. حالا اگر یک ریکارد دیگر هم اضافه میکنیم باید یک رو باز همراه کالم. راستن اینی رو کپی میکنیم. اینی رو کپی زیر اینی حالا اینجا ادیت میکنیم. مثلا در این نوشته میکنیم که بصیر CIT هم در میتونیم است. پیش میکنیم با می ترتیب پیش میری. اول تیبل شروع، تیبل ختم. بعد از رو در رو باز کالم. در کالم دیتا مندازی، در اون صورت باز تیبل جور میشه. باز اینجا باردر برشان میتی تا که باردرشان هم معلوم میشه. فهمیدین تا اینجا؟ اگر میخواین که اینجا یک کم اسپیس داشته باشه، در اینی بین کالمز که هست یک کم اسپیس باشه، باز در اینجا برشان نوشته میکنی که سل سپیسینگ. یک خانه رو ما شما سل میگفتیم نه؟ سپیسینگ فاصله. میگم که سل سپیسینگشان چند باشه؟ مثلا 10 باشه، 10 پیکسل باشه. در بینشان فاصله ایجاد شد. یک چیز دیگه به نام سل پیدینگ داریم. اگر میخوایی که سل خودش کلان شود، مثل مارجین واری این خط از این طرف فاصله داشته باشه، از بالا هم از پایین، با حضور سل پیدینگ میگن. سل میگم سل پیدینگ شما چند شد؟ 10. سیو. فش. چک. از طرف فاصله پیدا شد، از این طرف از این طرف فاصله. این سل پیدینگ میگن. یک سپیسینگ شد، یک پیدینگ. سپیسینگ اینی فاصله است بین دو خانه. و پیدینگ است اینی فاصله تکست از اینی با کارنر از این جای است. اینی پیدینگ شد مثلا از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا. و اینی با سل سپیسینگ است. اگر میخوای سل سپیسینگ بدی، سل سپیسینگ بده. اگر کلر بک‌گراندش چنج میکنی، یه هم چیواری میشه؟ مثل اینجا که بیجی کلر ما شما دادیم، برای ازی هم ما نوشته میکنیم بیجی کلر، مثلا نوشته میکنیم که بلو. بیجی کلرش چی میشه؟ میشه یا یلو نوشته کنم یا یلو. اگر کلر برش میدی. اگر یک رو را یا یک کالم کلر میدی، باید دومو رو یا دومو کالم نوشته کنی تا که اون کلر بگیره. دیگه فونت کلر، فونت سایز، کل چیزا مثل که در پاراگراف خواندیم مختصر چنج میشه. فهمیدین تا اینجا؟ بعد از او مرجینگ هستن. بس همین قدر. بس.